بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت پنجم ما به شما رسیدیم. در اینجا خلاصه میخوایم که بعد از اینکه در بحث چهارمی بسیار زیاد است نظریات علما که کلشان دموکراسی را رد کردن و حال خواستم در قسمت پنجمی فقط یک فتوا از فتاوای علما را که فتاوایشان همینجا در راستا هست بخوانیم. یکی از این فتاوا که است الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، فتاوا شبکة الاسلامیه جلد 3 صفحه 122، رقم الفتوى 10238، الدموکراتیة معناها و ماهیتها، و تاریخ فتوا هم 22 جمادی الثانیه 1422. السوال از یه عالم مفتی که سوال کرده، گفته ما حکم دموکراتیه؟ گفته حکم دموکراسی چیست؟ و جزاکم الله خیرا، الله برتان جزای خیر بده. یه عالم فتوا میده، در فتوای خود میگه که الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه، اما بعد. فالدموکراتیه کلمه یونانیه مرکبه من جزئین. یه عالم برش مفتی میگه که دموکراسی کلمه یونانی هست که از دو جزئی ترکیب شده، دیموس و کراتوس، و تعنی حکم شعبی نفسه بما شاء، و معنای ای که مردم بالای خود حکم بکنه هر قسمی که میخواهند. و هی نظام غربی ظهر على اثر طغیان الاباطره و اقرار الکنسیین لهذا الطغیان. میگه این همین نظام غربی هست که میگی به اساس سرکشی بطریک ها و اقرار دو کنیسه به هیچ طغیان و سرکشی، فوجد من یدعو الى جهل الحکم بین الشعب و نزعه من الاباطره الکنسیین. میگه کسای پیدا شدن در غرب که باید امی حکم و حکومتداری از بطریک ها و از کلیسا و از جا گرفته شوه و به مردم داده شوه. و علی هذا میگه به این اساس که از فالدموکراتیه تنافی الاسلام. ای عالم مفتی یا امی کسایی که دمی شبکه فتوا که میتن اینا میگن که دموکراسی که هست تنافی الاسلام، مخالف اسلام است. فان الحکم فی الاسلام لله وحده. میگه حکم در اسلام خاص برای الله هست به یگانگیش. و اما فی الدموکراتیه، اما میگه در دموکراسی که از فالحکم للشعب، اینجا حکم حکومتداری مربوط میشه به مردم، یعنی قوانین حکومت، حق باطل، جایز ناجایز، خوب زشت، حلال حرام، مردم تعیین میکنن. قال الله تعالی، یا مفتی میگه که الله سبحانه و تعالی میگه که ولا یشرک فی حکمه احد. الله در حکمش هیچ کس را شریک نمیسازه. سوره کهف آیت 26. و قال سبحانه ان الحکم الا لله. حکم نیست مگر بخصوص الله هست. امر الا تعبدوا الا ایاه. الله امر کرده که شما عبادت نکنین، یعنی خود اطاعت از حکم یک عبادت است. شما عبادت نکنین الا مگر ایاه، خاص برای الله. و در آیت دیگه میگه الله سبحانه و تعالی میگه افحکم الجاهلیت یبغون. این مردم حکم جاهلیت میخوان. و من احسن من الله حکما. و کی است از الله کده بهتر در حکم کردن؟ لقوم یوقنون، برای قومی که یقین دارن. مائده آیت 50. یا عالم مفتی میگه والآیات فی هذا المعنى کثیره جدا. میگه آیات در این راستا بسیار زیاد است. فان قیل، اگر میگه کسی بگه که انه لا فرق بین الدموکراتیه و شورى الاسلامیه، میگه اگر یک کس پیدا شود بگه که بین دموکراسی و شورای اسلامی فرق نیست، فیقال، پس گفته میشه که ان بینهما اکبر الفرق. در بین دموکراسی و شورای اسلامی بسیار فرق بزرگ است. فإن الشورى فيها لا نص فيما لا نص فيه. شورای اسلامی در چیز مشوره میشه که در اونجا نص ثابت نباشه. در مسائل اجتهادی در اونجا مشوره میکنن. او فی تنزیل الحکم علی الحادثه المعینه، یعنی که تو یک حکم الله را سر یک واقعیت تطبیق میکنی. مثلا امی جهاد ما در داخل مدینه بکنیم، مثل که ما شما گفتیم، یا بریم مثلا در احد برایم در اونجا با چیز جهاد بکنیم در ساحه. این حال میگه تنزیل حکم در یک حادثه معین. اما دموکراتیه، اما دموکراسی فللشعب ان یلغی ثوابته. میگه در دموکراسی که هست باز میگه مردم حق دارن که اساسات چی کنن؟ لغو کنن. مثلا شراب بگوین که این حلال است
و ما وردت به النصوص و هر چیزی درباره از اون نصوص آمده باشه اینا چی است اینا لغو میکنن و حکم شعب فوق کل شی. در دموکراسی حکم مردم که است این بالای هر چیز است. در اسلام در شورای اسلامی قسمی نیست کما ان اهل الشورى لهم صفات معینه. دیگه فرقش پس فرق اولش دموکراسی و شورا چی شد که در دموکراسی هر چیز میخواد تغییر بده. نماز بگه غلط است، روزه نرین، حج نکنین، شراب بخورین، زنا بکنین، کلی مسائل میتونن سر از این بحث بکنن. اما در شورای اسلامی گپا نیست. در نصوص غرض نداره، تنها در تطبیق نصوص و اجرای نصوص و در مجالس در مسائل اجتهادی اینجا مشوره میشه بین اعضای شورای مسلمان ها. دیگه فرق دیگه دموکراسی و اسلام چی است؟ این عالم مفتی میگه اما دموکراتیت فلشعب کما ان الشورى لها صفات. اهل الشورى میگه اهل شورا که است در اسلام صفات معین دارن، یعنی در اونجا علمای می باشن که حتی به درجه اجتهاد می رسیده باشن. اما در دموکراتی چی است؟ فرق فیها بین احد و احد. هیچ فرق نیست. یک رقاصه هم میتونه به عضو شورای پارلمان رای گیری رای برد، خلاص یه قرار شش یک رقاصه، یک فوتبالیست، یک بچه فیلم، یک دختر فیلم عضو پارلمان میشه. پس اسلام خوی قسم نیست و کل اهل لها و یعنی قیل بعضی عالم مفتی میگه اگر یک کسی تو اعتراض بکنه یا بگه که یمکن ان ناخذ محاسن الدموکراتیه و نحذبها فنسميها دموکراتی اسلامیه، میگه ما میشه بعضی خوبی هایی که در دموکراسی سیره بگیریم و ایره پاک بکنیم و معایب هایی که داره وایش اوسو بکنیم و نامش بانیم دموکراسی اسلامی. فیقال برشان گفته میشه اننا لسنا بحاجه الى الدموکراتیه حتی نحذبها. ما ضرورت نداریم به دموکراسی که بیایم او را پاک بکنیم. یعنی یک نفر میخواد خوک بیاره، کجای خوک پاک میکنی؟ کجایش پاک میکنی؟ تو خوک بیاری خب گوشتش هم بردار است، خونش هم بردار است، استخوانش هم بردار است، کلش است. و کل ما هو حسن فی الدموکراتیه و هو قلیل. میگه اگه کدام ذریع از خوبی ها در دموکراسی باشه فإن فی الاسلام عندنا فی الاسلام و هو احسن منه. از او که بهتر در اسلام است. پس چی نیاز داری که کلمه دموکراسی را اینجا داخل میکنی؟ و اذا حذبنا الدموکراتی، اگر ما باز دموکراسی را این لباسایش بکشیم، چشمای دموکراسی را بکشیم، زبانش بکشیم، سرش قطع بکنیم، پایش قطع بکنیم، اینجا چی میشه؟ فلان تبقى دموکراتی، بازی خود دموکراسی نمیمانه و تصیر شیئا آخر یک چیز دیگه است پیش جور میشه. فلنسميه ما شاء غیر الله نسميه دموکراتی. باز اینجا باز ما دموکراسی گفتن نمیتونیم، چیز دیگه باز نمیشه. ولی المزید خواب این حال میگه به خاطر از اینکه میگه بیشتر میخوایم معلومات پیدا کنی، یک کتاب است میگه او به نام حقیقت دموکراسی، دموکراتی حقیقت دموکراسی از محمد شاکر شریف است، میگه رو مطالعه بکنیم. باز ما بر شما چی میگه؟ المفتی مرکز الفتوا به اشراف دکتر عبدالله الفقی. این حال یکی از فتاوای از علما بود. فتاوای دیگه هم هست، همین چیز ازی است. خلاصه که وقتی اینا رو هم ما شما بیایم بخوانیم میبینیم که دموکراسی یک نظام کفری، نظام شرکی، کسایی که قانون میسازن طاغوت هستن و کسایی که از این طاغوت اطاعت میکنن یا مشرک میشن، شریک میسازن این طاغوت با امرای الله و الله ولا یشرک فی حکمه احدا. خلاصه نتیجه گرفتیم که دموکراسی نه در اساسات فکری و نه در اساسات تطبیقی هیچ کدامش به امرای اسلام موافقت نداره، بلکه اسلام نظام خاص خود داره و دموکراسی نظام خاص خودش است که او مربوط به غیر مسلمان ها میشه و به مسلمان ها نظام و شریعت خودشان است. کوشش بکنیم که الله ما و شما را توفیق نصیب بکنه و اخلاص بکنیم و صداقت بکنیم که الله متعال توفیق نصیب بکنه که ما امو شریعت خود قرآن و سنت تطبیق بکنیم و مطابق قرآن و سنت و اجماع علمای اسلام و امت اسلام همین قسم عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.